هشدار درباره بحران کشاورزی. حذف ناگهانی کارگران افغانستانی تولید را متوقف می‌کند. نبیه الله نوری نسب، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ولایت البرز گفت حذف ناگهانی نیروی کار اتباع در بخش کشاورزی بدون جایگزینی مناسب می‌تواند تولید را متوقف و امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی مواجه کند. او در نشست این کمیسیون گفت با شروع فصل کشت و کار نیاز به نیروی انسانی به شدت افزایش یافته و اگر برای کمبود کارگر چاره‌ای نگندیشیم بسیاری از واحدهای تولیدی دچار بحران خواهند شد. نوری نسب تاکید کرد که اتباع خارجی سالهاست نقش کلیدی در کشاورزی و دامپروری ایفا کرده‌اند و هر گونه ساماندهی باید به گونه‌ای باشد که به تولید لطمه نزند. او همچنین هشدار داد که نیروی انسانی آموزش دیده سرمایه اصلی هر واحد تولیدی است و جدا کردن آنها از چرخه تولید به معنای توقف فعالیت خواهد بود، نه فقط در البرز بلکه در سطح ملی. او از نهادهای مسئول خواست به جای برخورد یکباره فرآیند ساماندهی را به شکل تدریجی و با مشارکت کارفرمایان انجام دهند.